فیلم هنری شهریار دولاتов حیاتی تا شانوزه او شانوزه لبا یکا تستر کن دیر شو اینا آمدم اکا چه گیره دادش؟ سلام صبح خیر چه گیری پسرم؟ لبای بله بله با همون جای گفتگی را برین مایلش خوب صبح خیر سلام صبح خیر صبح خیر دادا جان صبح خیر اکا جان خوب نموشد ما میخیزه شانوزه تو یگان چی نمیخوری؟ نه چه جان یگان کمبودی نیست دخترم نه دادا جان مال خرچه جان ما رفتیم مال بچه روی صفحه مال سمان رفتیم خیلی مال بچه جان خودم مایلش خیر که جان مالش خوب
на доске предложения с таджикского языка и русского языка. Мо записываем мы, это мо. Встаньте, Бахсу. Встаньте с места. Встаньте, с места. Возьмите свою тетрадь. Тетрадь возьмите. Папа тоже возьми. Возьми папку. Выйдите из занятия. И без родителей не заходите. Не показывайте мне здесь свою истерику. Быстро выходите. سلام معلم. سلام. برای چی گرم میکنیشن بیا؟ دیگه تکرار نمیشود معلم. چی نیست؟ سلام آچه جان. سلام دختر جان. سوزن آچه جان. سلامتیتان خوب. درسا چی خیر؟ سوز آچه جان. همه درسا خوب؟ نه سوز؟ دارم. رفت لباس های روی وز کن. همراه خوراکی نیزگیرشی میخوره. حاضر میخورم. آچه جان دادم نامده است؟ نه دادت نامده است. سرو به سر پوشه چی داشته چی نداشته میشه خدا بخشون
یک بچهش سرخوب اینام کرد همسایه رو همش خیرات کرد خودت نبودیم مزم نبود خیلی نتونستم رفتم سلام بچه جان سلام خاله جان نه دست بیا بچه بیا شو که تلش که بیا خود بیا بچه بیا شهریار جان یه وقتی ارمانش کنی خدا بختش برات خیلی همسایه جان زیگنش میگن که پایان شبی سیاه سفید است هیچ زیر نسخه هیچ کمینی دنیا همه بود است بیا بچه‌م بچه‌م بگی بچه‌م بگی انا الحق بگی ما خوردی بگی جونم شبی بگی
سلام پیزارم بیا. سلام با اشتیای تو. چرا اینقدر دیر کردی؟ هیچ چیز نه، کمتر کار داشتم. خیر مایلش هیچ گپ نه. شهنوزه؟ لبای دادا جان. امروز از درس چه خیلی اومدی؟ با تاکسی. با تاکسی؟ از پگاه با ماشین خودت میروی. چی؟ ها دخترم، از پگاه با ماشین خودت میروی. من ماشین ندارم کو دادا جان. من به تو وعده داده بودم کو ماشین میخرم. چیش موسیقی نگوید. من یگان مراتبه شوخی کردم؟ نه دادا جان. این تحفه از نام پدرت. وای دادا جان رحمت. وای چجا. تبریک تبریک. رحمت اکا جان. سومان لبک بیا خواهر جان هزمو را بر. آمدم اکا جان. ماهیو را بر خواهر جان. شهناز برای چی تو به شهریار نمیگی
که تو او را دوست می‌داری. ای شیرم، آخر چگونه با او فهمونم که چقدر او را دوست می‌دارم، که چگونه برایم عزیز است، که حتی زندگیم رو به او تصور کردن نمی‌توانم. میفهمی شویرم؟ خیلی رفته بفهمونمش رو. چگونه فهمونم؟ آخر حتی نمیدانم که او من را دوست می‌دارد یا نه. آخر یک بار بسنج. چگونه بسنجم؟ نمیدونم. خیلی با او در تنهایی بخور، در دلت رو بگو، با خودت میفهمی که دوستت می‌دارد یا نه. با فکر تو چونی کنم؟ بله، با خودت میفهمی. با فکرم نمیتوانم. چرا؟ من جرأتی با او در این موضوع صحبت کردن رو ندارم. خیلی میخواه که من با او گپ زنم. تو میتوانی این کار رو کنی. برای تو چرا نه؟ خیلی نباشه تو با او فهمان، من با او همش تو میفهمم. مایش زنگ در اومد شد. فکرم ها رفتیم. شهریار، ممکن است رو به یک دهن سخن؟ میدانی چی؟ شانوزه باتی یک گپ داشت. چی گپ؟ نمیدونم. او میخواست که پس از درس در آشخانه اوجیان با تو بخوره. مالش. سلام شانوزه. گپ زن شانوزه، من تو رو گوش میکنم. قهوه میشه. پیش خدمت. یک لحظه. اپا جان یک قهوه بیاره. میدانی چی؟ گپ زن شانوزه. شهریار، من گپ زن شانوزه، من تو رو گوش میکنم. از یک لحظه. لبای در درس اکا جان. مهل شکا جان. شهریار، من باید زود بروم. شانوزه گپ رو نمیگی؟ من باید با تو میگویم. تو بهترش رقم تلفنت رو به من ده. من به تو زنگ میزنم. من حتما به تو زنگ میزنم شهریار.
ای عشق کجایی تو در دل نوایی تو عمر تو رو جستم بر من چو هوایی تو ای عشق کجایی تو در دل نوایی تو عمر تو رو جستم بر من چو هوایی تو آن روز تو را دیدم در چشمی تو مهر دیدم آنگاه کردم درکی و روحم چو جانی تو آن روز تو را دیدم در چشمی تو مهر دیدم آنگاه کردم درکی و روحم چو جانی تو بختیار برای چی استودین؟ شهنازه رو انتظاریم دوستم. ای بختیار هیچ از هم تربوزیت نموندی. تو نمیدونی که من چقدر شهنازه رو دوست دارم. روزی که شهنازه رو نبینم تبم نه اونقدر خوب میشم. و روزی شهنازه رو بینم از خرسندی که میکفم دوستم. باور میکنی که اگر این نصیب من شود دوستم باور میکنی؟ بین دوستم خیر نباشد. گیر ماشینت رو. اوف ای همه گیر ماشینت. چی میگی گیر ماشینت رو؟ گیر ماشینت رو. شهناز تنها یک دقیقه مرا گوش. من تو رو گوش نمیکنم گیر ماشینت. شهناز من تو رو بنهایت دوست میدارم. من تو رو دوست نمیدارم گیر ماشینت رو. شهناز من تو رو از جانم هم زیادتر دوست گیر میدارم. ماشینت رو. تو مرا نمیفهمی شهناز. من تو رو نمیفهمم. من تو رو فهمیدم نمیخوام. من تو رو دوست ندارم گیر ماشینت رو. من تو رو فراموش کردن نمیتونم. گیر من تو رو دوست میدارم. گیر ماشینت رو. یک طرف است گیر ماشینت رو. من تو رو کسی ندارم. گیر ماشینت رو. گیر ماشین. چی شد؟ غمگین می نمایی؟ نه اوچه جان. گپ زن آخر یگان چیز شده است؟ اوچه جان در دانشگاه یک پسر ما رو غم میدهد. غم میدهد؟ هیچ گپ نیست دخترم. زیغ نشو دخترم. دادت که اومد به دادت که میزنم. خودت رو زیغ نکن. شهنازه برای چی تو نمیفهمی شهنازه؟ بختیار؟ کی بختیار؟
занак диловаро ҷеғ зан. шин писарам. ту чӣ хел бародарӣ? аз ҳоли хоҳарат бехабарӣ? барои чӣ дада? кадом як писаре дар донишгоҳ Шаҳнозаро ғам додааст? ғам додааст? бале писарам. ту имрӯз аз паси ҳамин кор шуда бегоҳӣ ба ман хабар мекунӣ. майлаш, хоб шудааст. хез писарам, аз паси кор шав. супориши додаи ман чӣ шуд? чӣ хел намешавад? салом дада. ҳамин имрӯз то бегоҳ кор буд шавад, фаҳмо? чӣ хел писарам? нағз раҳмат дада, шумо чӣ хел? раҳмат. дада, ҳамун писаре ки Шаҳнозаро ғам медиҳад писари Давлатов Насриддин будааст. писари Давлатов Насриддин? бале. писарам, ту аз пайи кор шав, ман худам ин корро мебинам. майлаш, хоб шудааст. алло. салом Давлатов. ман Саид Гулов. раҳмат, шукри худованд. ман ҳатман бояд бо ту вохӯрам. бахтиёрҷон писарам. вавай дада. хонданот чӣ хел? нағз раҳмат дадаҷон. ба чӣ корҳо машғулӣ? ҳеҷ дадаҷон, сар бошад дарс, баъди дарс бошад ба корҳои худам. нағз. Спасибо, что подвезла. Обращайся. О, чуть не забыл. Пока не ушел. Это тебе. Это подарок. Здесь запись того, как ты разносишь машину шоу. И это с картала с его камеры наблюдения. Ты что, похитила запись? бахтиёр. вавай дада. ту Саид Гуловро мешиносӣ? не дадаҷон. Саид Гулов ҳамхизмати ман аст. боре дар бораи вай ба ман нагуфта будин дада? бале, нагуфта будам. ҳамон духтаре ки аз пасаш медавӣ падари ҳамон кас. нафаҳмидам дада, кадом духтарро мегӯӣ? кадом духтар? Шаҳноза. намешиносӣ? не дада. шарм намедорӣ? худатро ба нодонӣ андохта. ту худ нағз медонӣ ки соҳиби оила ҳастӣ, хонаву дар ҳастӣ. худо хоҳад фарзанддор ҳам мешавӣ. шабҳои дароз аз қафои духтарҳо давида ба занат кам аҳамият медиҳӣ. ба оилаи худат аҳамият намедиҳӣ.
дада, ман Шаҳнозаро дӯст медорам. охир дада. Бас. Ман дигар дар ин бора гап нашунам. Фаҳмо? Зато так мне не припишут слов. И я не беру больше 1000 слов. Иначе влепят большой срок. Берешь цветы в горшках? Нет, чмо, я не беру цветы в горшках. Я беру спутниковые тарелки. Один мой кореш подключает пиратское телевидение. А меня он подключит? Нет. бахтиёр, гапҳои шунидаам рост аст? сабаби азобҳоят ҳамин аст? бас ҳасе бо ту маро насиҳат мекунӣ? лабай. салом шаҳриёр. салом, нашинохтам. ман Шаҳноза. ҳа, Шаҳноза гапсан. гӯш мекунам. шаҳриёр, ман бояд ҳатман туро бинам. дар ҳамин вақт? не, ҳозир не, паго саҳар. дар куҷо? дар назди донишгоҳ. майлаш хоб. майлаш. ها بچم جورم تیز شیر آوردم. کمتر کار دارم میگم. مالی بچم تیز بیو. ҳанӯза? лабай дадаҷон. дар ин субҳи саҳар ба куҷо? вай ба донишгоҳ дадаҷон. имрӯз якшанбе не магар? дадаҷон, як дугонам зодрӯз дорад. бо ҳамкурсо дар назди донишгоҳ ҷамъ шуда ба он ҷо меравем. майлаш хоб, нағзро. бахтиёр, наҳорӣ намекунӣ? намехӯрам. гурусна меравӣ?
بشین شهریار. آقا سگ بچه لعین، حالا تو ایست میدونم با تو چیکار کنم. شانوزه بار دویم است که ما را فرود میکنی، گپت رو نمیگویی. گپ زن، یکم گپ مهمی داری. تو میدانی که من برای چی تو رو فریاد کردم؟ نه نمیدونم. من با آن خاطر تو رو فریاد کردم که خواستم درد دلم رو با تو بگویم، اما نمیدونم من با تو چگونه بفهمم. آیا تو من رو میفهمی یا نه؟ من تو رو دوست میدارم. من میدونم که با وای چیکار کنم. من تو رو با کسی نمیدیم شانوز. ها شهریار، از روز اولی که تو رو دیدم گمان کردم که تو برایم بیگانه نیستی و از صمیم قلب دوستت میدارم. تو نمیدانی که چقدر برای من عزیز هستی، که حتی زندگیم رو به تو تصور کردن نمیتوانم. نه شانوز، من تو رو دوست داشتن نمیتوانم. تو بهترش ما رو فراموش کن. نه شهریار، تو رو هیچگاه فراموش کردن نمیتوانم.
корҳоят чӣ хел писарам? раҳмат дадаҷон. нағз. шаҳноза чаро намеояд? намедонам дадаш. аз омадагиаш аз ҳуҷрааш намебарояд. ба ваҷ чизе шудааст. кани ман рафта бинам ба духтарам чӣ шуда бошад. Я знаю, ты давно меня не ждёшь, и письма, как и мне, другому шлёшь. Я фотографию беру, в твоих глазах с тоской смотрю, хочу понять, за что тебя люблю. Я фотографию беру, в твоих глазах с тоской смотрю, хочу понять, за что тебя люблю. бахтиёр ист, ба куҷо меравӣ? ман ба хона меравам. камтар га ист, истироҳат мекунӣ ва меравӣ. Дасад пиёмоне. Смотри, таких девчонок миллион. шаҳноза духтарам ба ту чӣ шуд? дадаҷон. ҳа духтарам чӣ шуд ба ту? хуб ҳастам. набошад чаро ба хӯрокхӯрӣ наомадӣ? хӯрок хӯрда намехоҳам дадаҷон. ҳолат хуб наменамояд. ту чӣ маро фиреб карданӣ? ҳеҷ чиз не дадаҷон. танҳо каме монда шудам. хайр набошад ман рафтам, ту истироҳат кун. хайр духтарҷон. ба як бор занги даро намешунавӣ ту? бахшиш. бахтиёр? бахтиёр? рав аз ин. бахтиёр? бахтиёр. рав аз инҷои. бахтиёр? بخیار آخه تو که مرا اینقدر عذاب ندهی. بس است آخه دیگر طاقت کردن نمیتوانم. ман намедонам дӯстам, ман безор шудам, ман дасту по хурда шудам, медонӣ ту ҳамин накун.
намехоҳӣ фаро аз мошин фаро ман کارو худам نکن то ман вай саг бачаро накушам шаҳноза аз они ман намешавад медонӣ ту نکن این کارو بختیار гӯш кун намехоҳӣ фаро аз мошин фаро ман худам мекунам фаро аз мошин این کاری تو خوب نیست بختیار саг бачаи лаин ҳоло ту ист بختیار این کارو نکن тез кун дав дӯстам тез кун касе набинад тез кун гир бардор ай пӯяш бардор тез кун дӯстам песар бош дарфуш шин тез кун касе надид بختیار باید ما این کارو نمیکردیم بختیار میرویم نمیکردیم بختیار بس کن کاری خودت را کن بردار تز کن کسانی که شانوزه رو از من میگیرن سزایشان همین است بیار کاسونش رو دوستم تو چیکار کردی؟ ته؟ بختیار 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 بابای دادا خیز پسرم به درس دیر نمونی مایل شد حاضر میروم خب من به کار رفتم مایل دادا خب
مشتری دعوت شونده جواب نمی‌دهد. لطفاً بعداً زنگ زنید. جورا؟ با کجا؟ با یکم جو شین ماشینده برای چی با تلفنات جواب نمیدی؟ گپ زن با تو چی شده است که وقتی آخر از من دور دور میگریزی؟ چی من تو رو در یکم گپ خفه کردم؟ نه بختیار، من از تو یکم گپی بدی نشنیدم. اما میدونی چی بختیار؟ همون وقتی که با شهریار همین کار رو کردیم مرا وجدانم عذاب میدهد. وجدان بختیار من در این باره دیگر گپ نفهمم. فهمو؟ شد بس. من همین گپ ها رو رفته کم استراحت کنیم. وجدان بوده است. بچه جون برای چی این خیلی شد؟ بکر چی شد؟ بکر و گناهایش آخرو با یکم کس بعدی نمیکرد کو بچه جون بختیار شنیدم که همسرت رو از خونه پیش کردی؟ ها دوستان شنیده درست است. اما رفتن همسرم برای من یکم فرقیتی نداره. برای چی؟ بیا تو هیچ چیز رو نمیدونم. من همش رو میدونم بختیار. تو خود میدونی که از پشت شهنازه شده شهریار رو کشتیم. از افتش معلوم که این الله ما رو فروخته نیست. تو خود نغز میدونی که شهنازه تو رو دوست نمیدارد بختیار. ما رو ببخش دوستم. گلکم من که بی تو میمیرم عزیزم چی بگم شهنازه شهنازه چرا از من بریدی عزیزم چی بگم
بگم واسه تو چی بودم شنازه یه مشتی خاک خیلی به خونه خواهد میرویم. نه نمیرم اوچه جان، خودتان روید. چرا دخترم؟ شنازه دخترم، آخر من تو رو در این خیلی حال دیده نمیتوانم. بر این قدر گیره و نولعت شهریار رو تو به دست آورده نمیتوانی. آخر دخترم تو خود نغز میدانی که شهریار نه اوچه جان، نه اوچه، این خیلی نگوی. شهریاری من نمورده است. این خیلی نگوی، او زنده است. اکرم تلفن رو بیار. لبای چی؟ در کجاست؟ در بیمارخونه؟ ما الاشو زیر من میوایم. اکرم من رفتم. چیو دکا؟ تنجی
اکا سلام علیکم اپا جان. بیماری که نواردن در کجاست اپا جان؟ مالش خوب رحمت. سلام علیکم اپا جان. بیماری که نواردن در کجاست؟ در اومدن ممکن است؟ سلام علیکم دکتر. سلام علیکم. احوال بیمار چه خیلی است؟ احوال بیمار خیلی وزنین است. گزارش شنید. شما با بیمار کی میشوید؟ جوره هم است، اما با مثل برادرم او را دوست میدارم. احوال بیمار چه خیلی است دکتر؟ احوال بیمار خیلی به نهایت وزنین است. خونش خیلی زیاد رفته است. چیزی که از دستتان میآید دکتر جان دریغ ندارید. همه وزمینی ها را در گردن من گذارید. ما هر چیزی که از دستمان آمده است کرده ایم. او سونش دست پروردگار است. از این احوال بیمار با شما کی خبر داد؟ از این احوال یک مسافر، یک پیرانسال، یک راهگذر. میتوانم بیمار را من ببینم؟ نه، حالا بیمار خیلی وزنین است. پیرانسال را چی؟ در اینجا هست یا نیست؟ پیرانسال هم نمیتوانیم حاضرش. مالش خوب دکتر جان. مالش خوب. چیزی که شد با من زنگ زنید. مالش. سلام علیکم. و علیکم السلام. باشین نوچه کنید شو کیه؟ همه دونم کنم. همه دونم. مای. سلام علیکم. ماشین نوچه کنید شو کیه؟ شما. از من کماندی. روزی روی منطقه نظرم. بو من بید. خوب شد از کماندی. دکتر جان، مادرم شفا می‌یابد؟ بله، مادرتان شفا می‌یابد به شرط جراحی کردن. برای جراحی کردن مبلغ لازم است. با کدام راهی باشد من راضیم. کی جراحی میکنید؟ فردا ساعت 8 با. مالش. من میایم. مالش خوب. مالش دکتر جان. مرحمت گزارش کنید. الو اکا جان، این من اسفندیار. اکا جان، مادرم بیمار در بیمارخانه است. دکترها میگویند حتما جراحی کردن در کار. برای جراحی کردن مبلغ لازم. چقدر؟ نمیدونم، 1000 سومونی، شاید زیادتر. از اکره فیلناس همون نپرسیدی؟ از همه‌شان پرسیدم اما میگوید نداریم.
از کجا قرض گیرم اکا جون؟ الو الو اکا جون. ها برادر چی شده است به تو؟ مادرم بیمار در بیمارخانه است. دکترها میگویند جراحی کردن در کار. برای جراحی مبلغ لازم. زیق نشو، هیچ گپ نیست. من به تو یاردم میکنم. انا این سراغای من، این راگیر چیزی که شد با من زنگ زن. من به تو یاردم میکنم. مالش خب برادر. شانوز تو به درس نمی روی؟ نشویره. برای چی؟ شویره دیگر خواندن نخواندن من هر دو یک هست. به معنا میفهمی شویره؟ دیگر خواندن برای من مهم نیست. آخه شانوزه تو خودت میدونی که مردم چی ها میگوین؟ از اومدن شهریار همه امیدش رو کنده است. شویره به من مهم نیست که مردم چی ها میگوید. من از اومدن شهریار هرگز ناامید نیستم. خیلی پس میلش چونین باشه، بگذار چونین باشه. گونه جون خیلی نغزی سوزی سلامتیت سوزی گونه جون خیلی کف گور نکن وقت همه گوه بدون چقدر نکنم که یک مشتر بچه من ندیدم. یک نیزم مال بچه چی که پیدا من داری بود شهریار چقدر خبر نیست. سباگل 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 ای دختر ای سباگل سباگل ای سباگل هی خداییرم چی کار میکنم ای سباگل هی خداییرم چی کار میکنم سباگل ای سباگل هی خدایی بختیار لابای دادم. با تو چی شده است؟ هیچ چیز نه دادا جون. چه خیلی هیچ چیز نه. شبای دراز در کجا میگردی؟ کجا گشتم دادا؟ بس هم گناهگاری و هم زبان دراز گپ میزنی. مینوشی میکنی؟ از ملیسه خانه به من زنگ میزنند. باز میگویی که در کجا گشتم؟
تو بهوده گشتن رفته زن و کودکت رو بیاری چه میکند؟ وای دیگر نمیآید. تو به سرش روی که بیاید، نروی از کجا بیاید؟ دادا من جوابی وای رو دادم. چی؟ ها دادا جوابش رو دادم. چی گفتی؟ تو جوابش رو دادی؟ بله. درشاو! درشاو تی! تیز درشاو! تست کنید. بین. چی بس؟ بمون رو از دست دادیم. برای چی یک ماه گذشته است با ما خبر نکرده؟ شرایط زندگیش کمتر تره و چه کلمه جمع شیدم. برای سلامتی می نوشیم. رحمت. خوش اومدید. گیرید. رحمت. گیرید مرحمت کن. گیرید. راستی گپ برایم بختیار. با چو کرد؟ از خانه پیش کردم. برای چی؟ همان زنشه بخشش. الو. سلام علیکم. سلام دختر، چخیر شما؟ میشد رحمت، شکرانه خدا. شما چخیر رئیس؟ ما هم نه از خاک بیرون رحمت. اکی نصرالدین. لبه پسرتون رو در بیمارخانه خوابانیدنیم، اما به تو خطی کرده ایستاده است. پسر من؟ بله پسر شما. چی میکند؟ چی؟ مگر شما نمیدونستید که پسرتون در بیمارخانه است؟ نه، چی شده است؟ هیچ گپ نه، کمی بویش لب بوده است. اگر میتوانستید یک میمودید. حاضی در کجاست؟ از بیمارخانه برآمده ایستاده است. خوب حاضر میآیم. فیضالله جان، من باید حتما روم. کجا میروی دوستم؟ شنید؟ ای فرزندت شکری. میفهمم. بخشش. نشده است روزکی. خب رحمت به شما. خوش اومدید.
شهریاری تو بیامون چی میگو؟ شهریاری تو بیامون چی میگو؟ این خیلی افتاندم است. به درس هم نمی روی، به خوروخوری هم نمی اوی، با یگان کس هم گپ نمی زنی. این چی گپ است خودش؟ یگان مشکلی داری؟ از پگاه به درس فهماد؟ چی میگفته باشه؟ بختیار آخر من پدرک رو پسرم بیا به خانه رویم. من به یگان خانه نمیروم و من خانه هم ندارم. بختیار این خیلی نگوی. کدام پدر میخواهد که پسر به این احوال باشه؟ پدری من. بختیار اگر خواهی بخشش میپرسم. بختیار پسرم ایستاد. تو دیگر پدری من نیست. بختیار بختیار
پسرم بختیار جان ایستو برای چی ما رو دوشم پسرم پدرم سلام اپا جون یا دوری سردارتین ها دوستان چه خیلی سوز سلامتی خوب اینا شمتیم اپا جون باید شد بختیار هیچ چیز نه با تو چی شد تو حال هم از همین کاره من دارو دردی سر شما رحمت اپا جون ایمان بختیار من خودم اتیم رحمت دوستان از شما 60 سومن بختیار یک لحظه است تو تمام اپا جون ازور همه ای بختیار جان هر روز حالم همین داروخوری است خدا را شکر کم در بهتر شده ایستو بختیار بختیار با نکرو چی شده است؟ چه شد؟ دیر زور رو در بیمارخانه دم احوالشان قدر خوب نبود چه؟ در کدام بیمارخانه؟ در بیمارخانه دعوا تو چی نمیدانستی؟ بختیار؟ 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 میدونستم دوستان مایلش اکا نکروز چیکار است؟ نکروز دانشجو است نکروز از کودکیش یتیم کلان شده است به مثل من یک جرأت دارد فقط با او میگردد شما وی را میشناسید؟ نه نمیدانم اما با گمانم نامش بختیار ای نکروز من نمیخواستم که تو رو با این آقای گرفتار کنم اما تو ما رو مجبور کردی تو خود میدونستی که کسی بازدید من میباید در این دنیا برای او جای نیست تو باید بمیری باید دوستان خودت رو احتیاط کن ما رو نپردو دوستان با تو چی شد دوستان سردختور بین با دوستم چیزی شد سردختور دوستم رو احتیاط کن
بشتر دیگه نکنید. زلیخا جان، تو مرا ببخش که پسرمان را تربیت دادن نتوانستم. اکا جا خوراکتان رو بردارم. اکا نمیخورم گفتم نفهمیدی؟
میجگانه از اکای سینه ملال نشه، چون که امروز یک رفیقش از دنیا گذشت. رفتیم میبینیم دخترم. خوش آمدید. رحمت. مرحمت. گذاشتین دخترم. چی میخوری دخترم؟ چیزی که شما میخورید. دو پرسشتکی گوسپندی، گریسکی سالاد، овощной букет. چقدر دریا آرام است ها دخترم. دادا لبای گیر دخترم. گیر دخترم. با اشتیایتون. رحمت. گیر دخترم. دادا دخترم. شما با مادرم چقدر شناس شده؟ خوردن گیر من نقل میکنم. گیر آخر چقدر شناس شده؟ من با مادرت در یک دانشگاه تحصیل میکردم دخترم، اما من بخبر مادرت ما رو دوست میداشته است. فهمو؟ گیر دخترم. بچه دادا بعد مرا با یک جا دعوت کرد. بعد شما نرفته؟ رفتم دخترم، لیکن به من یگان چیز نگفت. برای چی؟ نمیدونم دخترم. با او کسی زنگ زد. گیر دخترم. بعد چگونه فهمیدید که مادرم شما را دوست می‌داشته است؟ دوامش را گوش کن.
بار دوم باز با هم واخوردیم. بعد به من گفت که من تو رو دوست می‌دارم. شما چی گفته دادا؟ من عشق پاک او را نفهمیده او را رد کردم. برای چی اینقدر حیات تلخ را گذراندی و به من نگفتی؟ شما از کجا فهمیده؟ از دفترت خواندم. از دفترم؟ گریه نکن دخترم، همه‌اش میگذرد. دادا میدونید چی من از زندگی بیزار شدم. همین دنیا رو نمیخواهم. گریه نکن دخترم، همه‌اش میگذرد. دلم از دنیا به تمامی مانده است. اکا علی خون یگون کس هست؟ اکا علی خون بیا دادر جون. سلام علیکم امک جون. و علیکم السلام. اینجا خانه علی خان دکتر است؟ ها خودی خودش تینجی بود. چی شد دادرم؟ این سراغه را با من خدا رحمتی نیکروز داد. چی؟ نیکروز از دنیا گذشت؟ خدا رحمتش کند. چه خیل عادی روز در نزد من بود. سپا صحت. نمیدونم امک، نمیدونم. بیا دادرم به خونه داریم. در خونه صحبت میکنیم. در همینجا قرار کنید. 10 دقیقه انتظار شوید. کسی هست؟ مشتری زنگ شما را قبول کردن نمیتواند. абонент не может принять ваш звонок. مشتری زنگ شما را قبول کردن نمیتواند. абонент не может принять ваш звонок. The subscriber cannot accept your call. اکرم برای چه اینقدر دیر کردن؟ نمیدونم میشدونم. تلفنش رو خاموش کرده است. با کجا رفته باشه؟ مشتری زنگ شما را قبول کردن نمیتواند. абонент не может принять ваш звонок. خداوند جوش جنت کند. نیکروز آدم خوب بود. اما نیکروز پیش از وفاتش گفتی در همون خونه گفتی از دنیا چشم داری. نه، نیکروز در این خونه یگون چیز رو پنهان کردگی نیست. اما یک شب یک رفیقش رو آورده بود با نام شهریار. تا حال اون رفیقش در همین جاست. حاضر شهریار گفتگیتون در کجاست؟ در حجره دیگر.
میتوانم او را ببینم؟ ها البته. خواهر جان برای چی گریه میکنی؟ برای چی گریه میکنی؟ گپ زن، برای چی گریه میکنی؟ من شما رو نشناختم اپا جون. من با اکا شهریار در یک دانشگاه میخوندم. مادرت در کجاست؟ مادرم اپا جون اکام رفت، مادرم رفت، خودم تنها مانده. گریه نکن. ای خدا جان، این چه روزی سخت است بر ما. شهریار، شهریار، این کسی نو. سلام اکا جون. سلام شهریار، با امر خداوند تیزتر شفا یابی. رحمت اکا جون. شهریار، تو میخوای به خانه‌تان روی؟ تو را دادرت، مادرت، اپت انتظار است. من پدر و اپا ندارم اکا. من تنها مادر و خواهر دارم، اما من نمیخواهم بروم. شهریار، مادرت تا که انتظار تو را میکشد؟ سینو دادرم، شهریار از یک چیز میترسد. از چی که؟ وقتی که نیکروز شهریار رو به اینجا آورد، احوال شهریار به نهایت وزین بود. ما شهریار رو اکا علی جون، اکا علی جون، اکا علی جون. اکا علی جون چی شده است؟
انا همین خیل اصل واقعه دو دارم. اینقدر حیاتی تلخ را گذرانیده است این بچه. لیکن شهریار تو باید روی. یک ماه شده است که مادرش در انتظار اوست. این خیل هم نمی شود. شهریار یک فکر کن. یا بسم الله. سینو دودرم اینقدر خودت رو خسته مکن. امک جان شما یک خدمت دیگر میکنید؟ برای شهریار البته چیزی که از دست نمیآید میکنم. من حاضر رفته سر و لباس یک تا چهارچرخه میارم. شما تا آمدن مرا به شهریار فهمونید. مایلش میفهمونم. خدا از شما راضی باشه. خدا از شما هم راضی باشد. خیر از پس کار. من او را باید به نزد مادرش برم. خوش آمدید. کی باشد؟ کی است که؟ انشالله بخیر است. اکرم اینجا بیا. مهمان را قبول کن. اکرم این کس شهریار. شهریار این کس اکرم. شهریار رو به خانه درار. من رفته باید مادرش را بیارم. اکا این کس کی؟ اکرم گپ را کم کن. گفتگیم را اجرا کن. میجگانه در کجاست؟ در حجره خود. اکرم دادارم ماشین رو بعد از آفتاب گیر. مالا شکر.
سومن؟ ای سومن؟ سومن؟ خیست خوراک میخوری. رفته دست رویت رو شوی با هم خوراک میخوریم. خیست. سومن؟ خیست. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. اکا خانه شهریارشان کجا باشد؟ من همین در روزه. همینجا؟ بله. رحمت کلان اکا. سلامت باشین. کسی هست؟ سلام خواهر جان. علیکم. من سینو. با فکرم شما خواهر شهریار خطا نکنم. نه من هم کورسش میشم. شما شهریار از کجا میشناسید؟ من آمدم مادر او را به نزد شهریار برم. شهریار زنده است؟ ها خواهر جان، شهریار زنده. مادر شهریار از دنیا گذشت. شهریار حالا در کجاست؟ شهریار در خانه من است. خواهرش در کجاست؟ در خانه. احوال سومن خیلی بد است. من باید او را به نزد شهریار برم.
سلام سوما جان. شما کی؟ سوما تو میخوای اکد رو دیدن؟ میخواهم اکم رو، مادرم رو میخواهم. سوما من تو رو به نزد اکد برم؟ چی؟ آخر نه سوما، اکای تو شهریار زنده است. زنده؟ ها. مشگانه اینجا بیا. لبای آمدم. حجره شهری رو تیار کن. اکا اکرم این کس کی؟ مهمان اکای سینا. شهریار بیا من حجره تو رو نشان دهم. چی شد؟ هیچ نه، کمی سرم درد دارد. دارو بیارم؟ نه رحمت، کمی خوب کنم. محلش چیزی که خواهی. شهریار یکم چیز لازم شود من در همینجا. مایلش خداوند از شما روزی باشد. مایلش خبر. سلام آقای سینو. سلام اسفندیار. چخیل تو؟ مادرت چخیل؟ رحمت آقا جان، خدا را شکر که مادرم صحت شد. اگر شما نمی بودید مادرم. این خیل نگو اسفندیار. چیزی که از دستم می آید میکنم برای تو.
کسی نمیتواند من شما را ببینم. با خانه بیا صحبت میکنیم. خب در پناه خدا. خب در پناه خدا. آمدم. اکرم مهمون رو با حجره شهریار نه و با حجره برنگی بر. سلام علیکم. سلام اکا جان. مرحمت گذارین اکا. مرحمت گذارین. خواهرت را آوردم شهریار. حاضر می درآید. خودت را به دست گیر شهریار. بیا سومان. آمدم. در این خلخانه کای مادر خواهرم با یادم میزند. این خیلی نگو سومان. یک ماهی دراز هیچ چیز نخورده، با یکم کس گم نزده راه میپوی. حاضر شهریار می درآید، حاضر می آید. لیکن افسوس افسوس. سومان تو چی گفتنی؟ چی مادرم؟ برای چی یک ماه یک بار فکری ما رو نکردی؟ همش از پشت تو شو، از پشت تو. یک بار نآمدی،
Короче. Сума. Ака. Сума. 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 اکا جناب میجگانا لبا اکا جان اینجا بیا. میجگانا مرا ببخش. برای چی اکا جان؟ من نمیخواستم تو را رنجانم. شما مرا نرنجانده. همش خوب است. من الکه فراموش کردم. شما زیق نشوید. اکای سینو. شما را فرا دارند اکا جان. اکای سینو. چقدر تو برحمی شهریار. تو با من دل نداری و به همین خاطر به سراغم نمیاری. اما مادر و خواهرت چی؟ برای چی تو اینقدر روزها از خود خبری نداری؟ شهریار دیل تو از سنگ هم بدتر بوده است. من کنم میدانم از گفته های سومن درک کردم که مادرت از درد و رنجی که تو با او آوردی از دنیا گذشت. بس شنوزه بس. جگرم نیست. من نمیخواستم این شود. من گمان کردم با این احوال به خونه روم مادرم مرا دیده خطا کردم. تو چی بگوی؟ چی خیلی احوال؟ شنوزه بیاداری همان روزی که ما با هم واخوردیم من عشق تو را رد کردم. چی بود؟ همون روز با پگوهش با درس نآمدیم، اما من خیال کردم تو از من رنج دهی شنوزه. همون روز پس از درس به خونه رفتم. از قفایم یک ماشین. چی ماشین شد؟ ها ماشین. آن هم ماشین مرا بعد این حوالا
مرحمت جای گیره داداش. زنک لبه داداش. شین اینجا. با چی رنگ رود پریدگی چو کردی با؟ آخه داداش برای چی به دخترمون اهمیت نمیدی؟ نفهمیدم چی خیلی اهمیت نمیتیم. آخر یک بار نمیپرسی که دخترم شاهنازه در کجا میگردی؟ با چی کارها مشغولی؟ از صبح تا بگاه در خانه نیستی. با چی کارها مشغولی؟ ای زنک بسیار پد نکن. من به حال خودش گردد. آخر داداش بس شد. من دخترم رو خودم میدونم. خودش با عقل است. چی کار کردنش رو خودش میدوند. سلام وریس. کارها چی خیل؟ چقدر آدم جمع شده است وریس؟ چند نفر؟ مرحمت گیر اسفندیار. اکرم نان رو شکن. ها گوش میکنم. دوصد و 35. گوش کن وریس. من حاج اکرم رو روان میکنم. 1000 سومانی به دستش ده. رحمت. اکرم لبکه اینجا بیا. مرحبا. گیریم برادر. لبکه. اکرم حاضر بر سپورزال میروی. وریس بر تو یک چیز میگه گرفته بیار. مالش خب. لکن تستر. مالش خب اکرم. مرحمت گیرسن گیره. مرحمت. اسفندیار از چرا میداری؟
نه اکا از اگون کس شهرم نمیدارم سیرم اکا خوب میشد یک دعا میکردید من میخیستم. چی این با کجا میروی؟ رحمت اکا جان مادرم. خیلی اله آمین. الان نور بلا دور بر حق خدا و رسول ما کم کردیم خداوند زیاد کنه آمین. شهریار گرفته انگیش تو؟ اکا سینو امونت دودگیتون رو من آوردم. نه اسفندیار لازم نیست من با تو قرض ندادم. رفتی از نوع من مادرت رو سلام گو. مالش اکا جان برای یردمتون یک جهان تشکر. مالش خوب در پناه خدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. بخشیدیم هدیه کردیم ثواب و ثمره تلاوت شده قرآن را بر رازیگی حق سبحان الله تعالی برای پرفتوی منور مطهر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام در حق گذشتگان های همین منزل همین مکان که در اینجا خواب هستند. خدایا خداوند روی همه اینها را شاد بگردانی قبرشان را پرنور جای همه اینها را جنت بگردانی الهی آمین. اکرم مرا بمودرم تنها چاجو های بچه ببین امروز بچی احواله چاجو انا در سری گره بنوله سریاده های بودی در برو دنبال شکوه ای خدا جو چرا با من اینقدر حیاتی تلخ دادی؟ ای خدا در خاک گوره جان انا خاکایی تو را با چشم خود معلومه های اوچهی جان رفتی پناهت بر خدا انا برای روحت آیتی قرآن خانمه انا برای روحت آیتی قرآن خانمه شاموزه حالا تو اسم میدی من با تو چیکار کنم؟ السلام علیکم. خوش آمده. مرحمت کنید.
اما 640 سومون شد. مرحمت. سلامت باشید. رحمت کجا آفاجون میبخشنم کلوج رو تیم مایه دکا ایس بیان میبخشنم سلام شامزه به شما چند بار گفتم مرا گوش نکرده. انا اکنون رفته دخترتان رو کوبید. ای زنکی به عقل بس کن گیریه رو. الو سلام شویره، من پدر شهنوزه. شویره شهنوزه امروز به نزد تو ناومده بود. ها مایلش دخترم. ها تنجی مایلش خوب. اگر به دخترم یگان چیز شود بعد چی؟ بعد میدیدید باشتم اکای سینو من بوسمان میروم. با کجا میروی شهریار؟ با خونه میروم اکا جون. خدا از همتون راضی باشد. من نمیدونم این خوبی کردگی شما رو چی خیل گردونم. شهریار این خیل نمیشود. تو با یگان جا نمیروی. اگر خواهی تو خوبی ما رو برگردانی از این خانه با یگان جا نمیروی. شهریار وعدته که با یگان جا نمیره؟ وعدته؟ لبای ها من سینا. نشناختم شما رو. من پدر شهنوزه. پدر شهنوزه؟ ها پدر شهنوزه. گوش میکنم اکا. شهنوزه امروز به خونه شما ناومده بود. نه چی شده است؟ هیچ گپ نه تنجی. مایلش خوب. مایلش رحمت. مایلش اومد به شما خبر میدیم. مایلش خوب. چی نسکه؟ شهنوزه امشب در خانه اشانم بوده است. با کجا رفته باشه؟
اکرم رفته همه جای شهر را کوب. چقدر حیاتی تلخ. یک روز خوب نیست برای کدام گناهم. شهریار زیغ نشو. به خونه یگون دوگانه اش رفتگیست. بگذار چونین باشد اکا. سلام شانوزه. ابله تو چیکار کردی؟ کشو دستای مرا. یاری دهید. ای آوازت را گیر. کسی به دادت نمیرسد. بسیار داد نزن. چی میخوری؟ او؟ ابله تو دیوانه شده؟ چیکار میکنی؟ من دیوانه شدم. دیوانه تو شدم سامو. دیوانه تو. چی؟ تو مرا دیوانه گفتی؟ چیزی که میخوای گفتم چی؟ اگه یک بار گفتم که دوستم میدارم یک بار گفتم. تو این گپ رو در حیاتت نمیشنوی. حتی کشی هم نمیشنوی. نه شانوز. من تو رو کشتم. خودم رو در عذاب ماندنی نیستم. من میدونم تو رو پدر و مادرت و جان رو تو رو گفته ایستادم. چه دیگی؟ من تو رو گفتم بیچاره آنها هم تو رو کابم و مثل من عذاب کشم. با کجا میروی؟ دستای من شو. ای ابله شو دستای من رو.
چی شد اکرم جان؟ همه جای شهر را گفتم نیافتم. با کجا رفته باشد؟ پدرش هنوزه باز زنگ زد. بختیار او را غم میداد است در دانشگاه. پدرش از او شبهه دارد. بختیار خدا رحمتی میکوزه جورش؟ بله. من یفتم اکرم شنید میرم. تست شیم. اگر پدری من فهمد میدونی با تو چی کار میکنه؟ تو با این کارهایت هیچ چیز رو به دست آورده نمیتونی. اگر پدری من فهمد بس کنه گوشم را خوردی کو؟ شهریار تو مرده است، اما تو از منی و با من میبرنی. من تو رو با کسی نمیبینم. فهمیدی اکنون شهریار تو رو من کشتم. من احبارم کشتم و ادگر نه.
چی؟ من شهریار رو با دستی خودم کشتم. تو میتونی شنو. بختیار؟ بله. من همون روزی بیمارخانه رفتن میدونستم. بختیار حالا ایستا و همه این کارهای جواب میده. تو از من یگام جو نمیگریزی شانوز.
چای جان به تو من خورشیدمه هنای غمکی تو خسته بو به مرشیدمه های به تو چه جان دنیا برایم تنگ شده انا گل های جهان در نظرم برنگ شده انا گل های جهان در نظرم برنگ شده انا هم راضی همه روز و شبانو ماچه های تو در باری من نی ولی هر نفسه انا یادی تو بود انیسی جانو ماچه های آچه جان مرا پریشان کردی انا رفتی و مرا یتیمی حیران کردی های دیداری تویم نشروی اثر به خدا انا داغت و دلم مرا پر ارمان کردی انا داغت و دلم مرا پر ارمان کردی برای چی تو از من نگردی شهنازه؟ برای چی تو نمیخوایی؟ چرا نمیخوایی من رو شهنازه؟ من تو رو دوست میدارم از دلم یک گفتی که دوستم میدارم؟ از پشت تو شدم مرا در همه جا میکوبند از پشت تو شدم از همین درون برآمدن نمیتوانم اکرم بیسرم تو کلاشم من تو رو میخونم و تو بیسرم تو بچه دوم میشوی من از پشت تو شدم باید کن از پشت تو شده شنم از همه چیز موندم برای چی تو نمیفهمی مرا شنم سرخی
дастадро сарте маро дастадро гир дастадро гир ман ягон гуноҳ надорам гир дастадро падари ман ки аст гир дастадро ба ту мегӯям дастадро гир гир дастадро дастадро гир хуб кардӣ ки сари вақт хабар кардӣ агар моро огоҳ намекардӣ мумкин ки дар тафтишот гунаҳгорат меҳисобидем агар касби раҳмати падарро ё мардуман хоҳӣ ҳама муроҷиат кун ҳатман дастгирият мекунам охир мо дӯстони деринаи раҳмати падарат ҳастем кун майлаш хайр набошад ба миҷгона салом расон акрам чӣ алло ака шахриёр дар хона нест чӣ дар болои варақ наистааст ки худамро мекушам хел Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sodi. Beshina. Sogadi. Marhaba bolo bar. Bolo. Ada kadu. Ayne. Bayonudi. Bayonudi. خدا جان چرا در این عمر دوروزه در این سن سال جوانیم برای من اینقدر حیاتی تلخ را آفریدی مادرم طاقت غم دوری مرا نکرده از غم من ترک این دنیا کرد هرگاهی که اشک‌های بر روی خواهرم را میبینم جگرم میسوزد هیچ خودم را بخشیده نمیتوانم که سببی از دنیا گذشتن مادرم و اشک‌های بر روی خواهرم گناه من است خدا جان من در این دنیا از دیدار روی و چجانم سیر نشدم کی میداند که چقدر حیاتی تلخی دیگری رو با این احوال میبینم بهترش به نزد و چجانم میروم چجان
شهریار ایست تو چیکار میکنی؟ نزدیک نشوه نزدیک نشوه مگر تو عقلت را خورده ای؟ تو چی مقصد داری؟ ای بچه بیعقل خودم رو از این جره هوا میدیم و از این دنیا از این زندگی نودرکار خلاص میکنم. دیوانگی مکن شهریار، خودکشی گناهی عظیم است. جوان مردان چنان رفتار نمیکنند. چرا با عمر جوانی خود جبر میکنی؟ خستابو به مرشیدونه پایی به تو چجان دنیا برایم تنگ شده انا گلهای جهان در نظرم بیرنگ شده انا گلهای جهان در نظرم بیرنگ شده جون مرا تنها نگذار های آچه جانو جهانم آچه انا هم راضی همه روز و شبانم آچه های تو در باری من نایبره هر نفسه انا یادی تو بود انیسی جانم آچه های آچه جان مرا پریشان کردی انا رفتی و مرا یتیمی حیران کردی های دیداری تویم نشروع سر به خدا انا داغت به دلم مرا پر ارمان کردی انا داغت به دلم مرا پر ارمان کردی انا در سری گرگ و ناله و فریاده های بودی در برون بودون گل شکفته
من از رفتن اکار اوچه شدم پجمورده های اوچه جان در خاک گوره جانمه انا خاکایی تو را با چشم خود معلومه های اوچه جان رفتی پناهت بر خدا انا برای روحت آیتی قرآن خانمه انا برای روحت آیتی قرآن خانمه